سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم صحتمند و سلامت باشین. امروز اولادا خوش داشتن برشان چپس آماده کنم. غذا از قبل داشتیم، البته در کنارش خواستم که یگان چیز دیگه هم آماده کنم. باز از یک شا کچالو تقریبا 3 مدل آماده کردم. من همیشه کچالو رو در واپس پخته میکنم، کم روغن. باز وقتی آدم به شوق آشپزی کنه، من طبعا چیزی که برای خودم خوشایند باشه میخوام یک ویدیو بگیرم تقدیم شما عزیزا کنم. اگرچه همه مادرها خواهرای عزیز همیشه به سبک خودشان غذاهای دلخواه خودشان آماده میکنه، همه یاد دارن، اما بازم بعضیا دوست دارن برنامه آشپزی را. از شنیدن کردن آدم، از دیدن بعضی تصویرها ویدیوها ما همیشه میآموزیم. خوش داریم امروز ما بهتر از فردای ما باشه. امیدوارستم اگر خوشتان آمد لایک سابسکرایب کنین.